دوستان عزیز نامی من رومیسا است. این لحظه من برای شما به قاعده رفتار در کتابخانه سخن میگم. خوب گوش کنید، مفید است. همسالان عزیز، به همه ما معلوم است که کتاب برای ما علم و دانش می‌آموزد. همینطور نه؟ ما از خواندن کتاب فرهنگ و مدنیت را یاد میگیریم. خواندن کتاب به ما آداب، اخلاق و رفتار کردار شایسته را می‌آموزد. بنابراین دوستان بیشتر به کتاب را آرید، میل و رغبت را بیشتر بکنید و کوشش نمایید وقتی یافته آمده به کتابخانه کتاب خوانید. دوستان آیا میدانید کتابخانه نیز قاعده آداب و رفتار خود را دارد؟ خاصیت‌های آن خیلی نازکند که ما باید این را هم دانیم. اساساً در کتابخانه مقال برداشتن و با آواز بلند سخن گفتن منع است. هنگامی که به کتابخانه وارد می‌شوید کوشش کنید که قدم‌هایتان را سخت نمانید، چون که به خوانندگان خلل رسانیده فکرشان را پریشان می‌کنید. در کتابخانه را نیز به صدا پوشید. از کتابدار بازی پست اگر خواهش نماید که به شما کتاب میخواستگیتان را بیارد و تا کتاب آوردن شما جای خود را سر وقت معین کنید. هنگام خواندن کتاب با قلم، رچکه، کاغذ و دیگر اشیا بازی نکنید، چون که این همه به دیگران خلل رسانیده فکرشان را پریشان میکند. کتاب را احتیاطانه استفاده برید. هیچگاه صفحه آن را قطع کرده به آن خط نکشید و هرگز ورقهای آن را نکنید. این عملی خوب نیست. آن را طور استفاده برید که باز بعد شما کسی دیگر نیست از آن کتاب خوانده شما استفاده برده تواند. کتاب را که خوانده شدید به یگان مقال با سر و صدا برده سپارید. کتاب‌هایی را که برای خواندن به خانه می‌آورید در مهلت معین شده برگردانید. دوستان عزیز، این بود یک چند مصلحتی که من برایتان پیشنهاد نمودم. فکر میکنم که مصلحت‌های مفید بوده برایتان پسند آمد. باوری دارم که از آنها استفاده برده قاعده رفتار در کتابخانه را نیز خوب رعایت میکنید. خیر، تا باستی.